سلام دوستان، نعیم هاشمی هستم، مدرس دانشگاه و نرم افزار معماری. با یک ویدیو جدید از سری ویدیوهای آموزشی اتوکد در خدمت شما هستم. توی این قسمت قصد دارم که روش تبدیل نقشه اتوکدی به PDF و بالعکس تبدیل نقشه یا اون پلانی که به صورت PDF داریم می‌خوایم به اتوکد تبدیلش بکنیم آموزش رو براتون بذارم. برای دیدن ادامه آموزش با من همراه باشید. Audio Jungle. خوشحال میشم این کانال رو سابسکرایب کنید، نظرتون رو کامنت بکنید، یه سری هم به شبکه‌های اجتماعی دیگه هم بزنید و از آموزش‌های دیگه و از دوره‌هایی که آماده کردیم استفاده بکنید. زمانی هستش که ما یک نقشه رو ترسیم کردیم و میخوایم تبدیلش بکنیم به صورت PDF و فایل رو در اختیار کسی قرار بدیم و نمیخوایم تغییرات درش ایجاد بشه و میخوایم اینو به صورت PDF تحویل بدیم. ما میتونیم به دو صورت این کار رو انجام بدیم. یا میتونیم به صورت توی قسمت پلات وقتی که میریم از این قسمت انتخابش میکنیم یا پی رو تایپ میکنیم و اینتر رو میزنیم. توی این قسمت ما میتونیم تنظیمات رو حالا انجام بدیم. من این آموزش پلات گرفتن رو و تبدیل به PDF رو کامل بهتون آموزشش رو گذاشتم. میتونین مراجعه کنین به ویدیوهای قبلی و ازش استفاده بکنین و ما خیلی راحت میتونیم کارمون رو توی این قسمت انتخاب بکنیم و یه دونه پریویو ازش داشته باشیم و اگر مد نظرمون همین کارمون به همین شکل بود راست کلیک میکنیم و این قسمت پلات رو ما انتخاب میکنیم و ثبت میکنیم و یک خروجی ازش میگیریم، مسیر رو مشخص میکنیم. توی این قسمت هم به صورت PDF میاد و اینجا یک اسم رو براش انتخاب میکنیم و سیو رو میزنیم و به صورت PDF برای ما ذخیره میشه. حالا این مسیر رو میخوایم نریم و بخوام یک مسیر راحت تری رو انتخابش بکنیم. در ابتدا ذکر بکنم که اینجا من نوشته هایی که دارم به صورت درهم هست و برای اینکه بخوام اونا رو توی یک راستا قرار بدم باید چه کار بکنم؟ میام تایپ میکنم دیم اسپیس دیم اس رو تایپ میکنم و این قسمت اینجا دیم اسپیس رو انتخاب میکنم. در ابتدا خط اندازه رو به عنوان مبدأ انتخاب میکنم که من این رو انتخاب میکنم و بدون اینکه کلیک یا اینتر بزنم مابقی نوشته ها رو انتخاب میکنم. حالا یک اینتر رو میزنم و توی این قسمت من فقط کافیه عدد 0 رو تایپ بکنم و اینتر بزنم، همه توی یک راستا قرار گرفته میشن. خب حالا من میخوام اینو تبدیلش بکنم به PDF. میرم توی قسمت این آیکون بالا نماد اتوکد از روی این چپ کلیک میکنم و از این قسمت من یک اکسپورت دارم، یه ایمپورت دارم. برای خروجی گرفتن اکسپورت رو انتخاب میکنم و توی این قسمت توی این پنجره جلوش PDF رو انتخاب میکنم و برای ما پنجره باز میشه که مسیر رو مشخص کنم کجا سیو بشه. برای من اینجا دسکتاپ انتخاب میکنم، یک اسم رو براش قرار میدم اینجا و این قسمت پایینم فقط PDF هستش چون من همون ابتدا PDF رو انتخاب کرده بودم و هیچی دیگر رو دستکاری نمی کنم و سیو رو میزنم. چند ثانیه صبر میکنم، این کار برای من به صورت PDF سیو میشه. من نقشم رو میبندم، میام نقشه رو که سیو کردم به صورت PDF اینجا قرار گرفته شده برای من. دوباره روش چپ کلیک میکنم، برای من دقیقاً همون نقشه به صورت PDF شده اینجا قرار گرفته میشه. و حالا زمانی هستش که من یک نقشه PDF رو دارم به این شکل. این نقشه فقط من ازش PDF رو دارم، میخوام ازش استفاده بکنم، تغییرات رو درش ایجاد بدم. خب روی PDF من نمیتونم کار انجام بدم و میخوام این رو ببرم به اتوکد. فقط دسترسی من به همین PDF هستش. برای این کار میام چی کار میکنم؟ میرم اتوکد رو باز میکنم. توی این قسمت من میتونم از آیکون نماد اتوکد این قسمت بیام ایمپورت رو انتخاب بکنم یا اینکه نه میتونم توی قسمت این سربرگ های اینزرت که این قسمت بالا قرار گرفته شده قسمت اینزرت و PDF ایمپورت رو بزنم و از اینجا این PDF ایمپورت رو انتخاب بکنم. فرق نمیکنه، هر دو مسیر هر کدوم رو که برین راه حل درستی هستش. من PDF ایمپورت رو انتخاب میکنم. توی این قسمت مسیری رو که اون PDF هم رو قرار دادم میام انتخاب میکنم. من توی دسکتاپ و به این اسم
سیو کرده بودم کارم رو. اینجا شمای حالا کلیش رو به صورت پریویو نشون میده و من اینجا اوپن رو میزنم. توی این قسمتی که اوپنی که من زدم، اینجا ما یه گزینه داریم، هیچ کدوم رو اصلا نیاز نیست دست بزنیم. توی این قسمت نوشته ایمپورت از بلاک. من اگر این رو تیکش نداشته باشه، کار من به صورت بلاک نشده برای من میاد اینجا. حالا به چه صورت؟ من اینجا این تیک رو نمیزنم و اوکی رو میزنم. چند ثانیه صبر میکنیم، نقشه برای ما باز میشه. حالا اینا یه سری چیز، این خط اضافه است که اینجا موقع سیو گرفتن اینجا اومده. من این انتخاب میکنم، پاکش میکنم. دقیقا نقشه ای بودش که من به صورت پی دی افش داشتم، اومد اینجا. من خیلی راحت میتونم انتخابش بکنم و تغییرات رو درش ایجاد بدم. همینطور که میبینین به صورت لاین و پلی لاین که کشیده شده بود به صورت مجزا از هم هستن، به صورت بلاک نیستن. خیلی راحت میتونیم هر کدومش رو جداگونه انتخاب بکنیم. حالا من این رو پاکش بکنم و بار دیگه بخوام همین گزینه ها رو، همین راه رو برم و نقشه پی دی اف رو باز کنم. حالا این سری از قسمت آیکون گرافیک اتوکد میرم و ایمپورت رو انتخاب میکنم و از این قسمت پی دی اف رو میزنم. خب مسیرم رو مشخص میکنم کجا قرار دادم، روی دسکتاپ و به نام کلاسیک. این نقشه بود. من این رو اوپن میکنم. توی این قسمت این سری من ایمپورت از بلاک، این تیک رو میزنم فعال بشه. حالا اوکی رو میزنم و حالا میبینیم که نقشه‌ای که برای ما میاد به صورت بلاک و یه جاش انتخاب بکنیم همش انتخاب میشه. حالا اون خط و خطوط امکان داره یه سری خط و خطوط اضافه توش داشته باشه. چون این قسمت بلاک بخوایم از بین ببریمش، مثل این خط اضافه اینجاست، من این روی همین شکلم دوبار چپ کلیک میکنم، اوکی رو میزنم و به این حالت در میاد. من میام خطم رو انتخاب میکنم و از روی صفحه دیلیت رو میزنم، پاک میشه. و میخوام دوباره برگردم حالت اولیه، کلوز بلاک ادیتور رو میزنم، سیو د چنج تو کلاس اینم میزنم و نقشه من برمیگرده به حالت بلاک شده اولیه. حالا برای که من میخوام تغییرات ایجاد بدم روی این، من میتونم یا اینکه بخوام روش دابل کلیک بکنم. خب حالا میخوام یه سری چیزا بهش اضافه بکنم به روی همین پلان. میخوام حالا یه خط اندازه، یک نوشته، یک خط، یک یه آبجکتی بهش اضافه بکنم. چون همین میتونم این کار رو انجام بدم. یا اینکه نه، میام توی این قسمت که به صورت بلاک هست از حالت بلاک درش میارم، انتخابش میکنم و توی سربرگ هوم و میام از اینجا قسمت اکسپلود رو انتخاب میکنم و نقشم رو از حالت یک پارچه بودن در میارم و میام تغییراتم رو روش ایجاد میکنم. امیدوارم این آموزش هم برای شما مفید بوده باشه، ازش استفاده بکنید. تا آموزش مفید بعدی، بدرود. اگر به حوزه طراحی و کامپیوتر علاقه مندین، از این دسته آموزش هم خوشتون میاد، میتونید با سابسکرایب کردن این کانال و زدن دکمه نوتیفیکیشن از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد، لایک یادتون